أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، شکر الله خوب و مهربان را که برای من و شما توفیق داده است و نصیب گردانده است که از این شبهای نورانی ماه شریف رمضان الحمدلله که استفاده برده ایستاده ایم. از خداوند عاجزانه مسئلت دارم بار اله پروردگارا این دهه رحمت که این 10 روز ابتدای این ماه دهه رحمت است، پروردگارا در این 10 روز رحمت عالم اسلام و تمام برادران مسافر و مهاجر ما مردم شریف تاجیکستان ما را از رحمت خود سیراب بگردان و پروردگارا بار الها مشکلی های ما را آسان بگردان. پروردگارا این وباها و این بلاها را از حیات ما دور بگردان. پروردگارا اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان. دشمنهای اسلام را خار و زبون نیست نابود بگردان. پروردگارا حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگارا وطن عزیز ما را از این وباها، از این بلاها، از این دردهای تبابت نشونده در حفظ امانت نگه بدار. و پروردگارا تمام برادرهای مسافر مهاجر ما را مشکلی هاشون آسان بگردان و زودتر و تیزتر پروردگارا از این بیماری، از این ناراحتی و ناآرامی نجات بده. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز گرامی قدر، صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم درباره غیبت است، چون که امروز یعنی جامعه ما مسلمان ها در بین تمام یعنی مسلمان و مسلمان زاده هر محفل هر مجلس وقتی نشست می شود البته در اونجا غیبت است. اگرچه از صنف بالا اهل علم و علما تا سردارها تا عامه نگاه کنیم، متاسفانه اکثر مردم یعنی در محفل ها و مجلس ها غیبت دارند. به این خاطر امروز خواستم یک چیز در باب غیبت صحبت داشته باشم تا اینکه از این درد، از این وبای خیلی ناراحت کننده که این حکمش در شریعت حرام است غیبت کردن، مردم خود را نگه بدارند. البته حکم غیبت به نص قرآن یعنی این حرام شده است. الله رب العالمین ما بنده هایش را از غیبت کردن در قرآن منع داشته است. در سوره حجرات آیت 12 الله رب العالمین می فرمایند که استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. صدق الله العظیم. الله مهربان در این آیت کریمه از 3 چیزی ضررناک، از 3 چیزی که والله قسم همچون زهر بر این قاتل هستند، ضررناک هستند، الله مهربان ما را در این آیت از 3 چیز منع داشته است. یعنی این آیت 3 چیز برای ما حرام گردانده است. الله بزرگوار در ابتدای این آیت می فرمایند که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ای آن ذاتانی که ایمان آورده اید، یعنی ای مؤمن ها و مسلمان ها، ای شخصیت هایی که به خدا باور داره، به گفته های خدا باور داره، یعنی که دوری بورزه، کناره جویی کنه از گمان ها، از بسیاری گمان ها که بعضی از گمان ها گناه هستند. متاسفانه این بدگمانی هم امروز در جامعه ما خیلی زیاده هست. نسبت به همدیگر بدگمان بودن، نسبت به همدیگر فکر و گمانی بد کردن، یعنی در جامعه خیلی زیاده هست. در روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما را برای بدگمانی تاکید کردن تن بسیار خیلی خود را نگه بداره از گمان کردن که از همه دروغترین سخن این گمان است. مثلا یک انسان میگوید که فلانی فلان است، وقتی میپرسی از کجا میدون میگه به فکرم، به گمانم، یعنی که از گمانش میگوید. این حرام است. گمانی بد کردن
نسبت به یک بنده مسلمان، به یک برادر مؤمن، این حرام است، گناه است. حتی جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در روایت ها میگذرد که شب از شبها در مسجد اعتکاف، یعنی در مسجد اعتکاف نشسته بودند. البته ماه رمضان بود. حضرت صفیه مادرمون وقتی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میگه به زیارتش رفتم، میخواستم کمی با جناب پیغمبر صحبت کنم. بعد از اون جناب پیغمبر من یعنی در راه تنها بودم، همراهی من بیرون شد تا اینکه من تنها نآیم. وقتی در راه می آمدیم دو فرد، دو شخصیت از سر راه ما برآمد. وقتی اونها دیدن که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم همراه عورتی هست، همراه یک عیالی هست، اونها در حال یعنی کناره گرفتن، خود را بیراه کردن. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میگه به سوی اونها فریاد کرد، گو ای فلانی ای فلانی ایسته. اونها گفتن وقتی گوش کردن جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم که این صفیه هست، این همسرم هست. اونها گفتن سبحان الله، گفتن یا رسول الله ما چیزی نگفتیم، یگان فکری هم نداریم. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم شیطان در درون رگ انسان مثل خون بر این تاب میخوره، میگرده. مبادا یک فکر و گمان شما را به سوی بگردانه که شما بگی که یعنی پیغمبر بزرگوار در شب همراه یک عورت، یک عیال دیدیم. یعنی که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم از گمان بد کردن ما را معن داشتند. و در دوام آیت رب العالمین می فرمایند که ولا تجسسوا، یعنی تجسس سخنچینی میگویند، سخن یک انسان، یعنی گفته یک انسان به یک شخصیت دیگر برده رساندن به نیت و مقصدی بین این دو شخصیت، یعنی جنجال انداختن، زید کردن، دشمنی و بدی پیدا کردن. رب العالمین از این چیزم ما را معن داشته است. متاسفانه امروز سخنچینی یعنی جاسوسی در جامعه خیلی زیاده هست که یک انسان اگر از یک شخصیت یک سخن شنوه، چند چیز دیگر از خودش خوش کرده برده در شخصیت دیگر میرسانه تا اینکه بین این دو برادر، دو آشنا، دو رفیق دوست جداگی اندازه. به این خاطر الله بزرگوار از دویم چیزی که در این آیت یعنی ما را معن داشته است، این چی هست؟ از سخنچینی است، یعنی خبرکشی، سخن یک کس به یک کسی دیگر برده و رساندن، به تعبیر دیگر بگیم شوراندازی. در دوام آیت الله بزرگوار می فرمایند که ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنه یعنی بعضی شما بعضی دیگرتون. یعنی الله رب العالمین در این آیت ما را معن داشته است که غیبت نکنه. از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم روز به سوی اهل اصحاب گفتن که اتدرون من الغیبه، گفتن آیا شما میدونه که غیبت چی هست؟ آیا غیبت چی هست شما میدونه؟ اهل اصحاب یک عادت خوبی داشتن که وقتی پیغمبر بزرگوار هر چیزی که از اونها میپرسید، اونها حواله به سوی خود پیغمبر میکردند تا اینکه جواب اون چیز بدانند. گفتن الله و رسوله اعلم. اهل اصحاب گفتن که الله و پیغمبرش داناتر است. الله و پیغمبر میدونه که غیبت چی است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که ذکرک اخاک بما یکره، گفتن یک برادر تا، یک رفیق دوست تا یعنی به بدی یاد کردن این غیبت است. یعنی یک برادر تا وقتی در یک جا نشستی، یعنی در غایبیش وقتی حاضر نیست، در نزدت نیست، در نزد یک شخصیت دیگر او برادر میگه که وای برادر من چنین است، یا اینکه یعنی یک کمبودی که در اعضاش داره. مثلا بعضی انسان میگه فلانی گوشهایش کلان است، بینیش کج است، چشمهاش کلان هستند، یا اینکه فلانی سیاه است. یعنی چنین به بدی یاد کردن یک برادر، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن این غیبت است. اهل اصحاب پرسیدن گفتن یا رسول الله، وقتی که اون چیزی که ما در حق برادرمون میگیم اون چیز اگر دوای باشه چی؟ مثلا یک انسان چشمهای کلان داره، میگه فلانی چشمش کلان است، بینیش کلان است، گوشهاش کلان هستند، دهانش کج است، فوگش کج است، یا این یگون یعنی کمبودی در اعضاش داشته. وقتی کمبودی هاش گوییم چی؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم اگر چی اون کمبودی هم در اعضاش داشته باشه، شما اون شخصیت غیبت کرده، شما اون غیبت کردگی هستی. اگر کمبودی نداشته باشه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم شما اون شخصیت تهمت کردگی هستی. یعنی که هر دوش گناه است. وقتی کمبودی داشته باشه یعنی به بدی یادش کردی، این غیبت میشده است. اما وقتی کمبودی نداشته باشه و به بدی یادش کردی، در حق اون برادری یعنی مسلمان و مؤمنات این چی میشده است؟ تهمت میشده است.
در دوام آیت کریمه الله رب العالمین یک مثال خیلی بد نفرت یعنی ناراحت کننده مثال آورده است که هر انسان از شنیدن این مثال ناراحت می شود. البته این مثال برای انسانهای غیبت کننده پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم مثال آورده است. الله بزرگوار می فرمایند ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. الله رب العالمین می فرمایند که آیا دوست می داره یک کدام از شمایان این که بخورد گوشت برادر خود را در صورت حالتی که وی مرده است؟ یعنی برادرت همون شخصیتی که غیبتش میکنی در نزدت مرده است، آیا دوست می‌داری که گوشت بدن هوای یعنی از بدنش کنده و خوردن بگیری؟ الله رب العالمین در دوام آیت می‌فرماید که فکرهتموه، این کار بد می‌بینید شما. یعنی که این کار یک برادری که یعنی برادرت هست، رفیقت است، دوستت است، از گوشت بدن وی بود در صورت و حالتی که وی مرده است. در اصل انسان از شخصیت مرده یعنی هیبت داره، خیف داره، میترسه. در صورتی که وی مرده است یعنی از کجا این شخصیت میتواند که از گوشت بدنی وی خوره؟ الله رب العالمین گفتن که شما این کار بد میبینید. یعنی غیبت کردن مثالش مثل همین است که گویا از گوشت بدن اون برادر شما یعنی کنده و میخوری. واتقوا الله، الله رب العالمین در آخر یعنی ما را تاکید کردن که از خدا بترسید. یعنی در این کارها، در گمانی بد کردن، در سخنچینی، خبرکشی و در غیبت کردن از خدا بترسید. الله رب العالمین گفتند ان الله تواب الرحیم. الله بزرگوار یعنی توبه پذیر و چقدر مهربانی بخشنده گناه ها است. اگر این کارها را کرده باشه نزد پروردگار توبه کنه. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر یعنی فرمودند که این حدیثی متفق علیه است، یعنی بخاری و مسلم روایت کردن. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند، این حدیث حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص یعنی روایت کردن. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده و المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. گفتن مسلمان یعنی مسلمان حقیقی، مسلمان واقعی شخصیتی هست که مردم از دو چیزی وی سلامت میمونند، از زبانش و از دستش. یعنی که ببینه که در این حدیث پیغمبر بزرگوار در ابتدا زبان آوردن. گفتن مسلمان واقعی شخصیتی است که مردم از زبانش و از دستش سلامت میمونند. یعنی به زبانش مردم غیبت نمیکنه، به زبانش مردم آزار نمیده، به زبانش مردم تحقیر نمیکنه، به زبانش مردم دشنام نمیده، به زبانش یعنی در حق یک برادرش، یک دوستش گفتاری بد نداره. مسلمان حقیقی شخصیت است. یعنی وقتی که انسان از زبان غیبت بیرون کرد، سخنهای بد و قبیح بیرون کرد، فهمیده میشه که وی شخصیت یعنی مسلمان کامل نبوده، مسلمان حقیقی نبوده. و پیغمبر بزرگوار در دوام حدیث گفتن که و مهاجر شخصیتی هست که هجرت میکنه، یعنی دوری میکنه از آن چیزهایی که الله رب العالمین نهی کرده اند، منع داشته اند، یعنی حرام گردانده اند. ببینه امروز من و شما را مهاجر میگن. ما وقتی از وطن جدا هستیم میگوین مهاجر، یعنی هجرت کرده شده، سفر کرده شده. اما مهاجری حقیقی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که کی هست؟ همون شخصیتی هست که مردم از زبان و از یعنی از آن چیزی که خدا منع داشته است از او هجرت میکنه. و این خاطر من و شما حرکت داشته باشیم زبانها را از این گفتارهای بد، از این غیبت و یعنی گناه ها نگه بداریم. در روایت دیگر که این حدیث هم حدیث بخاری هست، از حضرت سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه روایت است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که من یضمن لی ما بین لحیه و ما بین رجلیه از من له الجنه. گفتن هر شخصیتی که ضمانت ده، ضمانت وعده را میگویند. پیغمبر بزرگوار گفتند که هر انسانی که برای من وعده ده که از ضرر دو چیز خود را نگه می‌دارد، از یعنی زبان و از شرمگاه، یعنی به زبانش مردم آزار نمیدهد، به زبانش غیبت نمیکند، به زبان گفتاری بد ندارد و به شرمگاهش گناه نمیکند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگه من برای اون جنت وعده میدهم. یعنی که اگر از ضرر همین دو چیز هر شخصیتی که یعنی خود را نگه دارد،
پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم تمام برای اون شخصیت جنت وعده میکنم که اون شخصیت یعنی که اهل جنت است. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم را میپرسند که این حدیث هم حدیث ترمذی هست، از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده است که سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم پرسیدند که از همه زیادتر چی چیز انسان داخل جنت میگردانه؟ پیغمبر بزرگوار گفتند تقوی الله و حسن الخلق، گفتند تقوا، خدا ترسی و خوش اخلاقی. و سئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، و پرسیدند گفتند یا رسول از همه زیادتر چی چیز مردم داخل دوزخ میکنه؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند الفم و الفرج، گفتند یکم زبان دوم شرمگاه، یعنی اشاره به سوی این دو چیز کردن که از همه چیزهای ضررناکی که یعنی سبب داخل شدن دوزخ میشوه، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دو چیز را گفتن، یعنی از اینها باید که من و شما خودداری کنیم، خودمون نگه کنیم. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این حدیث هم ابو داود هم امام احمد آورده است از حضرت برده باشه والله علم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه، تن ای گروه شخصیت هایی که به زبان ها تو ایمان آورده و ایمان در دل های شما داخل نشده است. لا تغتاب المسلمین، گفتن شما مسلمان ها را غیبت نکنه، یعنی این خیلی تحقیری سخت است. انسان غیبت کننده رو به جناب پیغمبر گفتن که ای شخصیتی که تو با زبانت ایمان آورده ولی ایمان در دل تو داخل نشده است، مسلمان ها را غیبت نکنه و در جستجوی عیب کمبودی مسلمان ها نباشه. گفتن هر شخصیتی که در جستجوی عیب کمبودی مسلمان باشه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند الله بزرگوار یعنی در جستجو و آشکار کردن عیب کمبودی اون شخصیت می شود، اگرچه اون شخصیت در درون یعنی خانه اش هم پنهان و بجا باشد، خداوند عیب کمبودی او را آشکار میکنه. یعنی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارکش چیکار کردن؟ معنی داشتن که یعنی انسان ها باید که خود را از یعنی چی؟ از غیبت کردن باید نگه دارن. روز حضرت عایشه مادرمون در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته بودن، یعنی همراه پیغمبر بزرگوار صحبت داشتن. بعد از اون حضرت عایشه از حضرت صفیه مادرمون که اونم همسر جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است درباره صفیه صحبت کردن. درباره صفیه وقتی صحبت کردن، حضرت میگه یعنی همچون ببینه چقدر در بین مردم یعنی باغچون زنها بد میبینن، همچون باغچون حضرت صفیه مادرمون گفتن که قصیرتن، گفتن قصیرتن گفتن یعنی که قدی پست داره، قامت پست است. مردم میخوان ما قد پستک میگوین، گفتن این صفیه قدی پست داره، یعنی که به سوی صفیه مادرمون حضرت عایشه مادرمون چنین گفتن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه بسیار ناراحت شد، نه حتی میگه چهره مبارک یعنی تغییر یافت، دگرگون شد از ناراحتی. به سوی حضرت عایشه مادرمون گفتن که گفتن ای عایشه یک سخنی گفتی که چی قدر سخنی بده گفتی که اگر این سخنی تو را در یک بحر انداخته شوه، بحر یعنی چقدر کلان است، اگر این سخنی تو را در یک بحر انداخته شوه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم این سخنی تو اون بحر بدبو میگردانه. یعنی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سوی حضرت عایشه مادرمون چیکار کردن؟ یعنی کاهش کردن، گفتن سخنی خیلی بده گفتی. چی گفته بود؟ گفت حضرت صفیه قدی قامتی پس داره، در اصل قامتش پس بود، اما جناب پیغمبر به خاطر یعنی نه کردن یعنی معن داشتن، حضرت عایشه مادرمون همسر یعنی مهربانشون گفتن که یک سخنی بدبوی گفتی که این سخنی تر اگر در یک بحر انداخته شوه، این سخنی تو اون بحر یعنی بدبو میگردانه. این چنین با از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که من اکل لحم اخیه فی الدنیا قرب الیه یوم القیامه فیقال له کله میتا کما اکلته حیا. میگه هر انسانی که در دنیا یعنی یک برادری
مسلمانش غیبت کرده باشه، یعنی وقتی غیبت کرده دنیا، در روز قیامت مرده یعنی همون برادرش به نزد این شخصیت آورده می شده است. الله رب العالمین یعنی به سوی این شخصیت می گفته است که بخور، می گفته است از گوشت این برادرت، چی نوعی که در زندگیش در دنیا از گوشت بدن این می خوردی. یعنی ببینید تاکید خیلی سخت است که پیغمبر بزرگوار گفتن که انسانی که در دنیا غیبت کرد، شخصیتی را که غیبت کرده ای، یعنی جسم و بدنی هم رو در قیامت به نست میارن، میگفتن که چیکار کن، از گوشت بدن ای در حالت در صورت مرده بودنش بخور، چی نوعی که در دنیا در زندگیش یعنی از گوشت بدن ای شخصیت با میخوردی. و در سنن ابو داود از حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که لما عرج بی ربی عز وجل مررت بقوم لهم اسفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم فقلت من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء الذين یأکلون لحوم الناس و یقعون فی اعراضهم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وقتی که خداوند من شب معراج یعنی نزد خودش معراج برد، معراج دعوت کرد، البته در اون عالم بالا خداوند جنت و دوزخ را برای جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشان داد. جناب پیغمبر گفتند من یک گروه مردمی را دیدم که در یک عذاب خیلی مبتلا، عذاب سخت گرفتار بودند که اونها ناخونهای خیلی دراز داشتند، ناخونهاشون از آهنی بود و اون ناخونها میگه از چهره های خود، از یعنی سر سینه و بدن خود گوشتای خود را میکندن و میخوردن. از حضرت جبرائیل علیه السلام پرسیدم، گفتم ای جبرائیل اینها کی هستند که خداوند این و اینها را یعنی عذاب داره؟ حضرت جبرائیل علیه السلام گفتند اینها شخصیت هایی هستند که در دنیا مردم غیبت میکردن و حرکت میکردن برای بی آبرو کردن مردم، یعنی حرکت میکردن که یک برادر یک دوستشون در جامعه بی آبرو کنند. یعنی همه این حدیث ها و آیت ها برادران عزیز بزرگوار دلالت برای چی دارند؟ برای حرام بودن غیبت، برای معن بودن غیبت، برای نادرست بودن غیبت. به همین خاطر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر فرمودند که کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. تمام مسلمان برای مسلمان سه چیزش حرام است. خون مسلمان برای مسلمان حرام است، یعنی مال مسلمان برای مسلمان حرام است و آبروی مسلمان برای مسلمان حرام است ریزاندنش. یعنی انسان باید حرکت نداشته باشه برای ریزاندن آبروی یک برادرش. وقتی یک شخصیت غیبت کردی، البته چی هست؟ غیبت کردن آبروی او را از بین بردن و به آبرو کردن است. ایرا پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم برای ما معن داشتن، یعنی حرام گفتن. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که ایاکم والغیبه، گفتن از یعنی غیبت کردن خودداری کنه، مردم غیبت نکنه. فان الغیبه اشد من الزنا، گفتن زیرا اینکه گناه غیبت از گناه زنا کردن زیادتر است، یعنی سختتر است، بالاتر است. این الرجل قد یزنی و یتوب فیتوب الله علیه. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که زیرا اینکه یک شخصیت زنا میکنه، بعد از زنا کردنش توبه میکنه، خداوند توبه او را قبول میکنه، گناهش میبخشه. و این صاحب الغیبه لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه. زیرا اینکه یک انسانی غیبت کننده گناهش بخشیده نمیشود تا اون لحظه که اون شخصیتی که غیبتش کرده است تا او گناهش نبخشه. یعنی مثلا من غیبت میکنی، یک برادر دیگر تا غیبت میکنی، او شخصیتی را که غیبت کرده تا او گناهی تو را نبخشه، یعنی که گناهی تو بخشیده نمیشده است. به همین خاطر از غیبت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله خودتون نگهداری. ولی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه گفتن ابتدا اول اینکه گفتن من غیبت نمیکنم، گفتن اگر من غیبت کنم پدر و مادری خود ما غیبت میکنم، چون که هر شخصیتی را که غیبت کردی و یک گناهش کم میشود، یعنی در نامه اعمال و ثواب نوشته میشود و در نامه اعمال خودی شخصیتی گناه یعنی غیبت کننده گناه نوشته میشه. به این خاطر از غیبت انسان باید خیلی خودداری کنه. در آخر روایت را پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که در زمان جناب پیغمبر به نام ماعز گفتنی شخصیتی بود، صحابی بود
که این شخصیت میگه در دوام حیاتش یعنی لغزش خورد، خطا کرد و زنا کرد. وقتی بعد از انجام این گناهش نزد جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد، گفت یا رسول الله، یعنی که من زنا کردم، من این کاری بد فحش انجام دادم، بجا آوردم، حدی شریعت، حکم و قانون شریعت در حق من جاری کنه. انسان وقتی زنا کرد، اگر مملکت اسلامی باشه یعنی حکم و قانون شریعت باشه، انسان بیزن دوره میزنن و انسان زندار سنگسار میکنن، یعنی در هر دو صورت انسان میموره. وقتی که این شخصیت از پیغمبر بزرگوار یعنی این سخن گفت، ابتدا جناب پیغمبر سخنهاش گوش نه انداخت، اهمیت نداد تا اینکه از قولش بگرده، یعنی تکرار نکنه. جناب پیغمبر نخواست که وی حد زنه. دوم بار سوم بار وقتی این شخصیت میگه دعوا کرد، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم بعد از اون حد شریعت یعنی حکم شریعت در حق و یعنی حکم کرد، در اصل و زندار بود، حکم سنگسار کرد. وقتی مردم میگه همراهی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم به سوی سنگسار برآمدن، بعد از اون میگه وقتی سنگسار زدن، البته حضرت معیز رضی الله تعالی عنه وفات کرد، بندگی کرد. این لحظه بود میگه دو شخصیت در یک گوشه به هم دیگر صحبت میکردن. یکی از اونها به سوی دیگرش گفت که این معیز گناهی که خداوند سترش کرده بود، پنهانش کرده بود، ناآشکارش کرد، گناهش در بین مردم آشکار کرد و مثل سگ بر این در زیر سنگ ها مرد. این سخن در حق حضرت معیز گفتن. جناب پیغمبر سخن اونها را شنید اما اهمیت نداد، چیزی برای اونها نگفت. وقتی از یعنی اون مکان و جای سنگسار کردن به سوی مدینه بازگشت کردن، در راه آمدن بودن، در آمدن دیدن ناگاه در بر راه یک خر مرده است، ورم کرده است، بوی گرفته است. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فلانی و فلانی در کجا هستند، یعنی اون دو شخصیتی که در حق حضرت معیز غیبت کرده بودند، گفتن مثل سگ بر این در تگ سنگا مرد. اونها را گفتن جناب پیغمبر که اونها در کجا هستند. اونها گفتن یا رسول الله ما اینجا هستیم. جناب پیغمبر اونها را نزد خود دعوت کردند. تمام مردم یعنی این حادثه را، این واقعه را، این حالت تماشا میکردند. جناب پیغمبر با سوی اون شخصیت اشارت کردند، گفتن روی، گفتن از این خری که مرده است و بو گرفته است، از گوشت بدن وی خوره. اینها همدیگر را نگاه کردند، گفتن یا رسول الله به چه خاطر سخن در حق ما میگویی؟ البته هیچ شخصیت یگان آدم از گوشت خری مرده یعنی بوی گرفته و ویران شده نمیخوره. جناب پیغمبر گفتن قسم به نام الله، گفتن از گوشت این خری مرده بو گرفتن خوردن برای شما بهتر است از آن سخنی که شما در حق برادرتون معیز گفته. این لحظه معیز گفتن قسم به نام الله در یک بحر از بحرهای جنت شنا داره، یعنی استراحت داره. او حد شریعت به گردن گرفت، از این دنیا یعنی به آخرت طرف. این لحظه اون در یک یعنی بحر از بحرهای چی جنت شنا داره جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یعنی این حدیث ها همشون دلالت برای چی دارن؟ برای معن بودن، حرام بودن غیبت، که متاسفانه امروز در جامعه ما این عمل یعنی این کار غیبت کردن عملی است. شیخ سعدی قصه دارد در بستانش میفرمایند که یکی گوشی کودک بمالید و سخت، که ای بوالعجب گوی که ای بوالعجب رای برگشته بخت، تو را تیشه دادم که هیزم شکن، نگفتم که دیوار مسجد بکن. میگه یک شخصیت کودک شه، یک تبر در دست و گفت فرزندم برای هیزم میده کن. این کودک رفت، البته را فعل عادت کودکی رفت کنار خانش مسجد بود، شاید میگه دیوار مسجد ازت شکاف کرد، دیوار مسجد ازت خراب کرد. وقتی پدر بار آمدید فرزندش دیوار مسجد یعنی ویرانه داره، بعد از اون میگه گوشی فرزندش گرفت، مالید گوشی فرزندش تافت. گویا بچه من ترا تبر دادم که برای هیزم میده کن، من ترا یعنی تبر ندادم، تیشه ندادم که برای دیواری مسجد مردم دیواری مسجد بکن. بعد از اون حضرت این همچون تمثیل مثال آورده است، دوامش برای ما فرمودن که زبان آمد از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. تا این زبان خداوند برای شکر و سپاس گزاری، برای ذکر و یاد خودش داده است که در ذکر باشه، در شکر باشه. زبان برای این است که یعنی انسان از این زبانش غیبت بیرون کنه. چی نوعی که اون پدر گوشی یعنی پدر فرزندش فرمید که برای هیزم شکن، اما در جای هیزم دیواره کند، گوش مالید. هر انسانی که این زبان در غیبت و گناه صرف کرد، البته در قیامت خداوند گوشی وی هم میماله، خداوند وی هم عذاب میکنه، وی هم عتاب میکنه. گذرگاه قرآن و پند است و گوش، به بهتان و باطل شنودن مکوش.
دو چشم از پی صنع باری نکوست، زی غیبت برادر فرو گیر دوست. زی عیبی برادر فرو گیر دوست. یعنی که پروردگار این همه اعضاها و نعمتهای برای ما داده است، اینها را ما باید در ذکر یادی خودش، در فرمانبرداری و اطاعت خودش یعنی که استفاده ببریم و حرکت داشته باشیم برادر عزیز که از این غیبت کردن خودداری کنیم، خود را نگه بداریم. پروردگار بزرگوار همه ما و شما را در حفظ امانش نگهبان باشه و خداوند بزرگوار از این بلاها و آفتها، مصیبتها و مشقتها ما را در حفظ امانش نگه بداره و خداوند عبادتهای پر از کمبودی ما را به درگاهش قبول بگردانه. پروردگار مشکلی هامون آسان بگردانه و خاتمه مون به خیر بگردانه. خداوند برای ما توفیق دهه که از لحظه های نورانی این ماه استفاده ببریم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علیه و